سلام دوستا، امروز میخوام یه چیزی بهتون نشون بدم. ببخشید ما کارم یه جوری که این کلو پاچه اینا رو میارم برای دوتا ایوان دارم، سگ اینا رو براش خورد میکنم و این چکش میزنم خورد میشه و استخون جلو بهش میندازم میخورم. بعد این امروز یه چیز جالب اینجا پیدا کردم تو این پکای گوسفندیه، یه چیزی چشم منو گرفت. شما اینا رو نگاه کنید ببینید هیچ مشکلی نداره. ببینید این از این مثلا این از این پاکش چند تا رو بهتون نشون بدم، اصلا فرق نمیکنه هر کدوم که ببینید هیچ مشکلی نداره. ولید بیاییم اینجا، این پاک با همه فرق میکنه. ببین اگه گفتی چرا این بدبخت دندونش درد گرفته، حالا خراب شده عفونت کرده. ببین کلن استخون باد کرده، پاک باد کرده. ببین چقدر خطرناکه. ببین باز اومده از این بار سولاخ شده. ببین از این بار اومده سولاخ شده، سیاه شده. اینقدر یه استخون این پاکاش رو نگاه کنید. ببین هیچ یه ذره باد و چیزی نداره که باد کرده باشه یا مثلا اینجا چیز مشکلی داشته باشه، نه. ولی اینو نگاه کنی وقتی خیلی باد بود سخونش مثلا پاکش باد کرده بدبخت، اینجوری از این باری دندون خراب شده اومده اینجا این بر سولاخ شده. ببینید که اینقدر